کارو جان سلام، خیلی خوش اومدی به پادکست ما. سلام، خیلی خوشحالم که اینجام و امیدوارم که اپیزود خوبی رو داشته باشیم و همین. قربونت برم. کارو از بچهای دانشگاه و از بچهای خفن تئاتر، الانم اگه می‌بینین کلا گذاشته به خاطر گریم سنگینیه که روشه و یه ذره گریمت برامون بگو. داستان چیه اصلا؟ چند شب دیگه اجرامون شروع میشه توی سالن اصلی تئاتر مولوی. و اینکه سالن اصلی تالار مولوی و اینکه در واقع گریم بچه‌ها، حالا اگه کارو ببینی متوجه میشی گریم بیشتر بچه‌ها پسرا این شکلیه، یعنی هممون گریممون این شکلیه با موهای نارنجی و سیبیل. اسم کار فروید. تا از 3 مهر تا آبان اجرا داریم هر شب. به جز شنبه. کارگردان کیه؟ کارگردان هم یکی از استادامونه، یعنی یکی از اساتید دانشگاهمون، آقای مرتضی فرهادنیان که خیلی آقای فرهادنیان از اساتید خوبمون بودن تو دانشگاه. بله. و خیلی هم کار خفنی. حالا اگه کسی این ویدیو رو میبینه پیشنهاد میکنم. آره حتما. امیدوارم که خوب بفروشین، کار خوبی بشه، خستگی تو تنتون نمونه. و اینکه دوست دارم وقتی کارتون تموم شد بعد از 30 شب اجرایی، 20 شب فکر کنم ولی مطمئن نیستم، یعنی اگه ممکنه که میرید به 30 تا. آره حالا فعلا میگم امیدوارم که اگه ایشالله که حتما اینجوریه خوب فروش رفت، بعدش که کار تموم شد خستگی تو تنتون نمونه و بگید آخریش چه تجربه خوبی بود. ایشالله. کارو جان یه ذره از محیط دانشگاه برامون بگو. چی تو دانشگاه یاد گرفتی تو این چند سالی که دانشجو بودی؟ والا خیلی سوال سختیه، به خاطر اینکه خیلی من احساس میکنم خیلی چیز زیادی تو دانشگاه یاد نمیگیره آدم. بیشتر تجربه است و بیشتر ارتباطاتی که اونجا ممکنه پیدا کنی تا اینکه بخوای چیزی یاد بگیری. من احساس میکنم البته بد نیست، اصلا من از این آدم ها نیستم که میگن دانشگاه چیه، چرا بریم دانشگاه وقتمون رو هدر بدیم. من احساس میکنم که یه سری از آدما باید برن دانشگاه و اوکی، اصلا چیز بدی نیست دانشگاه رفتن. ببین انگار که تو باید دانشگاه بری که میفهمیدی نباید میرفتی. نمیدونم. من میگم به لحاظ اون بخش تجربیش، اینکه تو یه سری تجربه کسب میکنی و اون حالا یه سری ارتباطاتی با آدمای مختلف از اقشار مختلف جامعه از همه جا میبینی، به این لحاظ خوبه، یعنی چیز بدی نیست. ولی اینکه بخوای به لحاظ اینکه بگی من سواد آکادمیک دارم، من احساس میکنم که اونقدری که فکر میکنیم دانشگاه رفتن ما رو با سواد و با شعور نمیکنه، ولی تاثیرگذاره. البته خب بحث شعور که متفاوته. بله. اما با سواد قبول دارم حرفتو. یعنی تو به نظر من، اتفاقا اون روزم با ارشیا داشتیم صحبت میکردیم تو اپیزود دانشگاه، اونجا راجبش گفتیم که آقا تو باید خارج از دانشگاه هم بری و چیزای مختلف یاد بگیری و تجربه زندگی تو اصلا نباید محدود کنی. چون خیلی از بچه‌ها میگن که آقا ما دانشگاه رفتیم، الان دانشجوییم و باید چیزی از توش در بیاد دیگه، ما یا باید کارگردان شیم یا باید بازیگر شیم، یا اصلا اینجوری نیست. اصلا اینجوری نیست. نه اصلا هیچ ربطی نداره و کلا میگم خیلی نباید آدم محدود کنه همه چیشو به مثلا دانشگاه. دانشگاه میتونه یه بخشی از زندگی باشه که یه دورانیه مثل مدرسه که میتونه سپری بشه، ولی یه ذره چی بهش میگن، یه ذره با تمرکز بیشتر روی موضوع خاص نسبت به مدرسه. آره دقیقاً همینطور. ولی توی هر رشته‌ای به نظر من، حالا یه سری رشته‌ها رو که قطعاً باید بری دانشگاه تا یاد بگیری. مثلا تو نمیتونی پزشکی رو تجربه کنی تا پزشک بشی، یا خیلی از چیزا مهندس بشی، یا میدونی که تجربی پزشکی میکنی. آره من یکیشون رو میشناسم که ما هم داریم. در واقع جراحه ولی دانشگاه نرفته. آره اینجور آدم‌ها هم یعنی میشکافته عملای زیبایی انجام میده، عمل زیبایی میکنه ولی دانشگاه نرفته، یاد گرفته. آره خیلی اینجوریه. و حالا یه سری جاها فعالیت میکنن، یه سری نه همه، مثلا توی کارهای زیبایی بیشتر بخش زیبایی اینجور آدما زیادن.
و کسی هم نمیدونه که اینا مثلا مدرک ندارن یا دانشگاه نرفتن یا اصلا تخلفه دیگه، تخلف بگیرنشون، هم اون جا رو میبندن همون شخص رو قطعا میبندن خود اون شخص هم میبندن. ولی آره به نظر من اون چیزها رو باید بری دانشگاه، ولی یه سری رشته ها هم میتونی نری دانشگاه صرفا. و الان هم یه جوی چندین ساله یه جوی اومده که میگن دانشگاه نریم. دیدی مثلا یه ذره اینجوری ان که اون وقتی که میذاری و آره چون نتیجه‌ای نداره یا نه اینکه نتیجه‌ای نداشته باشه، من میگم همین تجربه، همین ارتباطات، همین چیزایی که داری اینا هم میتونه نتیجه بشه. آره نسبت به همه چیا، نه فقط دانشگاه. یعنی اونی هم که میخواد کسب و کار را بندازه، من احساس میکنم خیلی به نسبت قبل دلسرد شده و اصلا این ریسک رو نمیتونه بکنه که یک کسب و کار را بندازه. ولی قبلا میتونست راحت تر، برای اینکه الان مثلا اینجوریه که خب نمیدونم دلار میاد پایین میاد بالا فلان، ممکنه ضرر کنه، به خصوص بعد از دوران جنگ دیگه. آره دقیقاً یه بحرانی بهمون وارد شده. آره نمیدونم فردا چی میشه، پس این ریسک رو نکنم. ولی قبلا خیلی راحت تر خودت این ریسک رو کردی و الان این کارو قرارداد بستی که داری انجام میدی کار تئاترتون. این که بیشتر یه کار در واقع دانشجوییه، اونجوری نیست که بگیم مثلا، ولی به شدت کار خفنیه و به شدت بچه‌های حرفه‌ای و کار درستی ان. چندمین کار تئاتری من اولین تجربه‌م روی صحنه تئاتر. تجربه پشت صحنه داشتی؟ بله پشت صحنه داشتم و یه فیلم کوتاه هم تجربه داشتم، ولی بازی روی صحنه تئاتر اولین تجربه‌ام و به همین دلیلم خیلی چیز نیستم. یعنی دوست دارم بیشتر تو اون فضای تجربه کسب کنم تا حالا بعداً یه ذره جدی‌تر. یعنی مثلا ممکنه چند تا کار بعدی خب اشتباه کمتر میشه دیگه، اون موقع خیلی حرفه‌ای‌تر وارد داستان بشم. یعنی قرار باشه بین تئاتر و سینما کدوم انتخاب کنی، کدوم انتخاب کنی؟ من خودم انتخابم سینماست. و آره من استاد فرهاد نیا ببینه شاکی میشه ازت. نه میگه بچه‌ها داری با کار می‌کنی؟ نه میگم برای هم تجربه، همین که کار به شدت خوب صحنه رو دیگه. ببین من خیلی سال پیش میخواستم این کارا رو انجام بدم، یعنی برم کار کنم و اینا، ولی یه سری موانع، یعنی یه سری کمالگرایی‌ای که خودم داشتم هیچ وقت نمیذاشتم. اون نسل ما خیلیه متاسفانه، و خیلی آدمای درست حسابی با استعدادی وجود دارن که به خاطر اون کمالگرایی همیشه خیلی وقت شروع نمیکنن اصلا هیچ وقت. اصلا میگن آدمای نابغه، حالا نه اینکه من که اصلا هیچ آره، ولی مثلا آدمایی که باهوشن یا چیزن کمالگران معمولا شروع نمیکنن. ببین منم اینجوری بودم. من الان 25 سالمه، دارم میرم سمت 26 و تا 3 ماه پیش فکر میکردم که من تو خونه باید بشینم، شرایط باید مهیا شه و یه نفر به من زنگ بزنه و پاشه بگه بیا توی کار من کار کن، و این اتفاق هیچ وقت نمیفته. چون تو رو اگه کسی نبینه اصلا نمیدونه تو وجود داری. دقیقاً همینطوره. این چی دارم میگم؟ تو باید بری تجربه، همین که تو از در خونه میری بیرون یعنی شروعی نیستش که تو بری یه کاری انجام بدی، کار خیلی خفن و بزرگ اصلا اون نیست. تو بری از در خونه بیرون یعنی شروع کردی، مرحله به مرحله میری جلو. بعد تو وقتی شروع میکنی مثل سفالگری دیدی، یه گیل اول میذارن، آره. تو اینو هی سیقل میدی. گیله رو که میذاری رو دستگاه خب که میچرخه، اون یعنی شروع. آره رخی نداره که اولش، ولی وقتی که شروع میکنی سیقل دادنش تازه شکل میگیره و مرور تبدیل به یه کوزه خفن میشه. یعنی همون اول تو هر کاری، تو هر چیزی تو نمیتونی تو خونه بشینی آره بعد بگی که آقا من چون کمالگرام و غر بزنی. آره ایرانی هم که خیلی از ماها اینجوری بود، شاید هم هنوزم یه ذره هستن. آره هنوزم یه ذره تومون هست، من خودمو میگم هست متاسفانه. خیلی هم تلاش میکنیم که فرار کنیم و این داستان دیگه اتفاق نیفته. خیلی تلاش میکنم من خودم به شخصه بخوام که اینجوری نباشم. خیلی سخته میدونی، چون اینجوری بودم از اول، خیلی سخته. ولی وقتی میای فکر میکنی میبینی که تو ضربه‌ای که میخوری تو هر چیزی کلا تو زندگیت بخش زیادیش به خاطر این کمالگراییه، به خاطر این کمالگرایی خیلی کار خوبه ها. من احساس میکنم که این یه جایی به تو کمک میکنه کیفیت کارت رو آره. اوکی، اما یه جاهایی ترمزته، نه بعد بذاری ترمزتو بکشه.
یعنی تو وقتی یه کاری رو شروع کردی نه بگی که آقا من بهترین امکاناتو میخوام پس ولش کن اینو فعلا الان امکانات کامل رو ندارم پس ول کن و ترمزت میشه فقط هم مثلا غر بزنی که وای چرا اینجوریه وای فلانه ترمز خودتو داری میگیری. اصلا شرایط خود به خود هیچ وقت عوض نمیشه. دقیقاً همینطور. که حداقلش می‌بینی چی؟ حداقلش اینه که تو یه تلاشی میکنی یا میشه یا نمیشه دیگه. دقیقاً. اصالتا کجایی هستی کارو؟ من کردم. کرد کجا؟ سنندج. کردستان. بله. پس همشهریم دیگه. البته من تقریباً کرد بیجاریم ما. ما بیجار کردستان. یعنی کرد چیزیم دیگه. ما تجربه شناسان دیگه. آره. گروس یه روستاییه که الان چیزی دیگه ازش نمونده. کرد گروس دیگه یعنی بیجار در واقع کرد گروسن. بله. آره ما اونجا پدر بزرگم اونجا بودن. خیلی هم که دیگه بعد زمان قبل از رضا شاه اینا کوچ میکنن یعنی. میان میان سمت تهران و درسته که دیگه ما هم یعنی من از پدر بزرگم دیگه تهران به دنیا اومدم. و ولی اصالتا اونجاییم اون سمت. بازیگر کرد خیلی داریم خفن خیلی زیاد داره. سعید آقاخانی رو داریم. اصلا سعید آقاخانی شکیبا داریم. درسته هوتن شکیبا. نوید محمدزاده. فرهاد اصلانی. علی شادمان. چقدر من فرهاد اصلانی رو دوست دارم. فرهاد اصلانی خیلی بود. یه بازیگر ایرانی اگه بخوای انتخاب کنی که جلوش بازی کنی کیو انتخاب می‌کنی؟ خیلی‌ها. یه دونه. فقط یه دونه؟ آره. یعنی فردا بهت زنگ بزنم. من یه چیزی بگم. من مثلا خب من علاقه‌ام بازیگری هم علاقه دارم ولی بیشتر دانشگاه چی خوندی؟ دانشگاه چی خوندی؟ کارگردانی خوب. خب میگم ولی از یه طرفم دغدغه کارگردانی خیلی زیاد دارم. متاسفانه یه ذره کار سختیه و یه ذره باید واقعا یه سری شرایط رو داشته باشی تا این کارو شروع کنی. بازیگری اینجوری نیست. یعنی تو کارگردان چون یه ذره مسئولیت بالایی داره و باید مدیریت کنه همه چیو، به نظرم میاد که سخت‌تره و شرایط مهیاتری باید داشته باشی. ولی بازیگری اینجوری نیست. دغدغه اونم خیلی دارم و میخوام بگم که فقط هدفم بازیگری نیست اصلا، چون اصلا توی این رشته خیلی نه تجربه‌ای دارم نه علمشو به اون صورت دارم فعلا، نه همین. ببین ما همواره در حال یادگیریم. آدم یعنی من با خودم اینجوریم که هر روز یه چیزی یاد بگیر بعد بخواب. دقیقاً. خب ولی این رشته‌ای که این حرفه هنر همه چیش به هم وصله. یعنی کسی که کارگردانه هم باید تدوین بداند، هم بازیگری بداند، هم کارگردانی بداند، هم فیلمنامه‌نویسی بداند، دست به قلم باشه، دکور بدونه، لباس بفهمه. اینا همشون به هم ربط داره. آره. اینجوری نیست که تو بگی خب من مثلا خودم فقط دستور من میدم، فقط بازیگرم یا من فقط کارگردانم، تو راستای خط خودم کار میکنم. اینجوری نمیشه. کارت هم میخوره زمین. دقیقاً همینطوره. کارت هم میخوره زمین. یه جورایی باید همه فن حریف باشی، تجربه کنی همه. بعد کمک هم میکنی به عواملت. یعنی کارگردانی که دقیقاً تو دکور نظر میده، مشارکت میکنه، تو مثلا کارگردانی سینما رو اگه مثال بزنیم با مدیر فیلم برداری خودش خیلی رفاقت داره، اظهار نظر میکنن، نظراتشون رو به هم میگن، مشارکت میکنن، توی خروجی کار تاثیر داره دیگه. اصلا کار خفن‌تری شما میبینی. ببین یه سری هستن که فکر میکنن که مشارکت مثلا باعث میشه که اونا لولشون بیاد پایین، چه میدونم مثلا فقط باید توی ساید خودشون کار کنن، همدلی نداشته باشن، یا اینکه یه سری هم که اصلا خودشون از بقیه بالاتر و چیزتر میدونن که اونم خیلی غلطه، خیلی خنده داره. من احساس میکنم که توی هر کاری از استادش گرفته تا کوچکترین شاگرد همه توی سطحن. دقیقاً همینطوره. یه همکاری اصلا همه آدما تقریباً به لحاظ اجتماعی برابر باید بشن. یعنی برخوردی که ما با آدما داریم، هر کی، چه رفتگره، چه میدونم یک پزشک، چه هر بحثی که آف کامera کردیم که گفتیم که هر چی درخت پربارتر باشه افتاده تره. آره دقیقاً همینطوره. یعنی برخورد ما با آدما نباید فرق داشته باشه
یعنی بسته به نمیدونم خیلی چیزا، بسته به قیافه، پول، هیکل، نمیدونم نژاد، این چیزا نباید به آدم نگاه کنی. یه ویدیویی از هوتن شکیبا در اومد که نمیدونم یکی از عزیزانش رو برده بود درمانگاه و کنارش نشسته بود توی یکی از درمانگاه محلی که سرمش رو بزنه. آره دیدم. ببین چقدر این آدم اصلا خودش نباید ببینه و کنی. تفاوتی بین خودش و آخه فرقی وجود نداره به نظر من. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ این اتفاقا قشنگ‌تره. نه اونی که میره با 4 تا بادیگارد میاد مثلا عشقش، یعنی خیلی بده. عقده یه سری چیزا رو یه سری دارن. اتفاقا به نظرم تو سال 2025 اینجوری سطحت پایین‌تره. آفرین. آره. یعنی یه سری خدا رو شکر الان به نظر من داره به یه سمتی میره، هم سوشال میدیا، نظر من شاید اینجوری نباشه، هم سوشال میدیا هم فضای جامعه که یه سری چیزهای دیگه داره مد میشه. یعنی زندگی سالم داره مد میشه، نمیدونم ورزش داره مد میشه، اینکه تو سرت تو کار خودت باشه، خیلی دنبال حاشیه نباشی داره مد میشه. نه چیزایی که مثلا قدیم مد بود یا فکر میکردن که خیلی خفنی اگه بری مثلا با آدمای مختلف ارتباط داشته باشی، رابطه برقرار کنی. اتفاقا اونا شاخصه های اینه که تو آدم ضعیف دلی. دقیقاً. یعنی این برعکس شده و درستش هم همینه. و اینکه جامعه همچین چیزی رو الگوی خودش قرار بده به نظرم خیلی میتونه خفن باشه. تو به من گفتی که تجربه دستیاری فیلمبرداری داشتی؟ دستیار؟ نه خیلی کارگردان آره نه توی یک کارا چی گفته بودی به؟ توی یک سریالی من یه تایم خیلی کوتاهی دستیار فیلمبردار بودم که در واقع بیشتر به خاطر این تجربه و بودن توی. چه جور تجربه بود برات؟ ببین هم خیلی کوتاه بود، همین که واقعا مال چند سال پیش بود، فکر کنم 4 سال پیش بود اگه اشتباه نکنم. و اینکه فقط بودن توی اون فضای حرفه‌ای رو من تجربه کردم و می‌خواستم همین. یعنی که قاعدتاً اونجا هم یه چیزایی یاد میگیری، همین که تجربه میکنی. و به عنوان سوال آخر این که تو کار خارجی نگاه میکنی؟ سریال، فیلم؟ آره. یه بازیگر خارجی ایرانی نگفتی بهمونو؟ یه بازیگر ایرانی که بخوای یه سریالو باهاش تا آخر بری، یه دونه بعد بگی برام. من خودم اگه مثلا قرار باشه من فکر میکنم که فرهاد اصلانی. با فرهاد اصلانی. اونوریا چی؟ اونوریا سخت شد. آره یه ذره اینم سخت بود. اینم خیلی همین اسمایی که بردیم انتخابام من بودن. بابک حمیدیان من خیلی هستن. حالا فرهاد اصلانی یکیش بود. من یکی از آرزوام اینه که یعنی این بود، یکی از آرزوام این که بود با بابک حمیدیان نه هر چی کار بابک حمیدیان تا الان بازی کرده رو من بازی می‌کردم. جدی میگی؟ تمام کاراشو دوست دارم. با همه کاراش هم دیدی؟ همه رو دیدم. خیلی آدم به نظر من تکنیکی و خفنیه. آره بازیگر خیلی خوبیه. اون وریا من دیکاپریو رو الان که نه به اون شدت ولی بازم دوست دارم و ترجیح میدم به یه سری دیگه. اون وریا من تام هاردی هم خوبه، ولی من تام هاردی دوست دارم ولی یه سری کاراشو خیلی میدونم چرا دیکاپریو رو گفتم، چون احساس می‌کنم کار بد نداره یا کم داره از اول کاراش تا الان. حالا هرچی که تایتانیک و اون زمان آره حتی قبل‌تر از یه فیلم داشت با جانی دپ از اون موقع. کارو جان مرسی که اومدی تو پادکست ما. اپیزود خوبی شد. دمت گرم، لذت بردیم از گفتگو باهات. قربونت برم. امیدوارم که بازم پیشمون بیای. قربونت برم. منم همینطور خیلی خوشحالم که اینجا بودم و امیدوارم که اپیزود خوبی داشته باشیم. قربونت برم. اپیزود خوبی بوده باشه. حتما که همینطور. و مرسی از شما که ما رو دیدید.